پس گدایی از حق کن و حاجت از او خواه که هیچ ضایع نشود. ادعونی استجب لکم. در سمرقند بودیم و خوارزمشاه سمرقند را در حصار گرفته بود، لشکر کشیده جنگ می کرد. در آن محله دختری بود عظیم صاحب جمال، چنان که در آن شهر او را نظیر نبود. هر لحظه می شنیدم که می گفت خداوندا کی روا داری که مرا به دست ظالمان دهی، و می دانم که هرگز روا نداری و بر تو اعتماد دارم. چون شهر را غارت کردند و همه خلق را اسیر می بردند، کنیزکان آن زن را اسیر می بردند، او را هیچ المی نرسید و با غایت صاحب جمالی کس او را نظر نمی کرد، تا بدانیم که هر که خود را به حق سپرد از آفتها ایمن گشت و به سلامت ماند و حاجت هیچ کس در حضرت او ضایع نشد. چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم.